سلام به همه بینندگان و همراهان عزیز. امروز اینجا نیستم تا از زیبایی‌های طبیعت عشایری بگویم یا از نان گرم ساجی. امروز اینجا هستم تا از یک خیانت عمیق پرده بردارم. از سرنوشت زنی که سوخت تا چراغ یک کانال یوتیوب روشن بماند. همه ما کانال پرن را میشناسیم. همه ما احسان را دیده‌ایم که نقش مردی زحمتکش و مهربان را بازی می‌کند. اما حقیقت تلخ این است که پشت این لبخندهای دوربین پسند خون دختری نجیب به اسم نجمه نهفته است. نجمه دختر عموی احسان و همسر وفاداری که در روزهای نداری وقتی این کانال حتی 10 بازدید هم نداشت، با تمام وجودش، با آن صورت آفتاب سوخته و با آغوش کشیدن فرزند معلولش باعث شد شما این کانال را سابسکرایب کنید. او نردبان صعود احسان شد. اما احسان وقتی به قله رسید، نردبان را زیر پایش له کرد. چند ماه پیش شنیدیم که نجمه فوت کرد. روایت رسمی چه بود؟ او می‌خواست کباب درست کند، بنزین روی آتش ریخت و سوخت. اما بیایید کمی فکر کنیم. یک زن عشایر که از کودکی با آتش و هیزم بزرگ شده، چطور ممکن است چنین اشتباهی کند؟ حقیقت این است که نجمه در آتش تغییر شخصیت احسان سوخت. احسان بعد از رسیدن به ثروت یوتیوب دیگر نجمه را نمیدید. او دیگر آن زن ساده‌زیست را نمیخواست. ثروت چشم و دل احسان را کور کرد و او به جای قدردانی به دنبال زنانی رفت که با پول خریده میشوند. نجمه زمانی خودش را آتش زد که فهمید تمام زجرهایی که برای رشد این کانال کشیده حالا خرج هوسرانی‌های مردی می شود که به او خیانت کرده است. احسان و اطرافیانش این مرگ را یک حادثه جلوه دادند تا درآمد دلاریشان قطع نشود. آنها از جنازه نجمه هم برای جلب ترحم استفاده کردند تا مبادا ویوهایشان پایین بیاید. حالا به اصل ماجرا برسیم. چیزی که خون هر انسانی را به جوش می‌آورد. هنوز 3 ماه از خاکسپاری نجمه نگذشته است. هنوز خاک قبر او سرد نشده و هنوز فرزند معلولش شبها سراغ مادرش را می‌گیرد. اما احسان چه می‌کند؟ او در تدارک ازدواج با یک دختر 17 ساله است. 23 سال اختلاف سنی. احسان، این دختر جای دختر توست، نه همسر تو. تو چطور میتوانی به چشمان فرزند معلولت نگاه کنی و دختری را به خانه بیاوری که همسن بچه‌های خودت است؟ و اما خطاب به آن دختر 17 ساله. تو عاشق چه چیزی شدی؟ عاشق موهای سفید احسان یا عاشق موجودی حساب بانکیش؟ تو داری روی خونی پا میگذاری که هنوز خشک نشده است. تو داری وارد خانه‌ای میشوی که آجر به آجرش با زجرهای نجمه روی هم چیده شده. این پول بوی بنزین میدهد. این ثروت حاصل اشک‌های زنی است که به خاطر بی‌وفایی این مرد خودش را به آتش کشید. بدان که مردی که به دخترعمو و مادر فرزندانش رحم نکرد، به تو هم رحم نخواهد کرد. تو فقط یک کالای جدید برای مردی هستی که فکر می کند با پول یوتیوب می تواند جوانی و آبرو بخرد. دوستان عزیز، بینندگان یوتیوب، ما مسئول هستیم. هر لایک شما، هر کامنت شما و هر باری که ویدیوهای این آدم فریبکار را می بینید، در واقع دارید به او جایزه می دهید که به خیانتهایش ادامه دهد. احسان یک شیاد است که از سنت‌های پاک عشایری برای فریب شما استفاده می‌کند. او از مظلومیت فرزند معلولش و زحمت‌های همسرش پله ساخت و حالا دارد به ریش همه ما می‌خندد. من از شما می‌خواهم 1. همین الان سابسکرایب خود را از کانال پرند پس بگیرید. 2. اجازه ندهید پولهای شما خرج عیش و نوش مردی شود که همسرش را به کام مرگ فرستاد. 3. این ویدیو را پخش کنید تا همه بدانند پشت آن تصاویر زیبای عشایری چه هیولایی کمین کرده است. احسان، تو شاید بتوانی با پول
زن 17 ساله بخری، اما نمیتوانی با پول وجدان بیدار مردم را بخری. دوران فریبکاری تو به پایان رسیده است. ما صدای نجمه هستیم، صدای زنی که دیگر نیست تا از خودش دفاع کند. توف بر آن پولی که با خون جگر یک زن به دست بیاید و خرج هوسرانی با یک کودک همسر شود.